با درود فراوان خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. دوستان، امروز میخوام در مورد آموزش رنگ درمانی در سوژوک با همدیگه یه چیزایی رو یاد بگیریم. همچنین که در این تصویر دارید نگاه میکنید، الان جلسه اول رنگ درمانی رو میخوایم شروع کنیم با همدیگه. همچنین که در ویدیوهای گذشته براتون توضیح داده بودم، رنگ ها نمایانگر انرژی ها هستن. یعنی چی؟ در سوژوک گفته بودیم که ما انواع مختلف انرژی ها رو داریم. انرژی های 5 گانه داشتیم، انرژی 6 گانه داشتیم و انرژی 8 گانه. چیزی که برای درمان ما ازش استفاده می‌کردیم انرژی های 5 گانه بود. هر کدوم از این انرژی ها طبق این دایره که دارید نگاه میکنید، هر کدوم رنگ خودشو داره. رنگ انرژی گرما قرمز، رنگ رطوبت زرد، خشکی قهوه‌ای، سرما آبی و انرژی باد رنگش سبزه. حالا اینا چی هستن؟ چون قبلا خوندیم همه اینا رو. برای دوستانی که جدیدن اومدن دارم توضیح میدم. ما طبق عناصری که داشتیم در طبیعت ما 5 عنصر داشتیم که در بدن انسان هم همین 5 عنصر وجود داره. در اینجا نگاه بکنید میبینید که عنصر آتش در بالا قرار گرفته. عنصر آتش رنگش چیه؟ قرمزه. پس انرژی گرما عنصرش آتشه، انرژی چوب یا درخت انرژی رنگش سبزه، انرژی آب رنگش آبی یا سرمه‌ای هستش، انرژی فلزمون قهوه‌ای و انرژی خاک یا زمینمون رطوبت و رنگش زرده. خب پس ما با این 5 رنگ الان کار داریم، میخوایم بریم درمان انجام بدیم. همینجوری که در چرخه‌های قبلا در عناصر 5 گانه براتون توی ویدیوی قبل توضیح داده بودم، هر کدوم از این ارگان ها، هر کدوم از این چرخهای انرژی، مثلا انرژی گرما حتما به 2 تا ارگان مربوط میشه که قلب و روده کوچیک، یا انرژی سبز که میشد انرژی باد مربوط به کبد و کیسه صفراست و انرژی سرما مربوط به کلیه و مثانه هستش. انرژی خشکی مربوط به روده بزرگ و ریه و انرژی رطوبتمون هم مربوط به معده و طحال بود. خب این سر جای خودش، یعنی اگه ما بخوایم یکی از این ارگان ها رو تقویت بکنیم باید از رنگ خودشون روش بزنیم. حالا انشالله توی ویدیو بعدی در مورد درمان با هم خیلی صحبت میکنیم. حالا یه مثال براتون میزنم. ببینید ما میگیم که رنگ کبد سبز رنگه، انرژی کبد انرژی چوبه، انرژی باده عنصرش چوبه، ولی خود کبد رنگش جیگری رنگه، درسته، ولی انرژیش رنگش سبزه. به خاطر همینم اگر که شما فرض افرادی هستن که چاق هستن میرن دکتر میگه که میخوام لاغر بشم، میگه که برو سبزیجات بخور. پس رنگ سبز باید بخوره تا کبد فعال بشه، چون انرژی کبد انرژی حرکت دهنده است، انرژی شفا دهنده است، انرژی لاغر کننده است و خیلی چیزای دیگه. کبد و کیسه صفرا رنگشون سبز رنگه. اگر خواسته باشیم کبد رو تقویت کنیم باید با رنگ سبز، دانه سبز، میوه های سبز، لباس های سبز، همه اینها کمک میکنه که کبد و کیسه صفرای ما فعال بشه. همینجور که در درس‌های گذشته خونده بودیم، کبد، انطباق کبد در سوژوک روی دست به این شکل قرار گرفته. چه دست راست و چه دست چپ رو برای شما شکلش رو اینجا گذاشتم. خب حالا چه کار بکنیم با این شکلمون؟ ما در سوژوک 2 تا 3 تا سیستم خوندیم. سیستم اولمون سیستم انطباق بود، سیستم انطباق استاندارد بود، یعنی سیستمایی که کف دست قرار داره. کبد الان توی دست چپ اینجا قرار گرفته، توی دست راست اینجا قرار گرفته. ولی یه سیستم دیگه هم خونده بودیم به نام سیستم حشرات کوچک. حشرات کوچک توی انگشتا بند سوممون باز همه ارگان ها قرار داشت که جایگاه کبد در انگشتامون به این شکل هستش که من الان برای شما گذاشتم. پس اگر ما خواسته باشیم برای تقویت کبد، مثلا کبدمون چربه یا مشکلی داره، تنبله یا چاقیم، میخوایم کبد رو درمان کنیم، باید از رنگ سبز روی انطباق کبد بزنیم. همچنین در سیستم حشرات کوچک هم باید حتما این رنگ ها رو بزنید. شاید جاهای دیگه هم توی گروه های دیگه هم دیده باشین همش رنگ سبز میزنن، ولی من اینجا دارم رنگ و معنای رنگ ها رو به شما میگم. در این ویدیو که براتون جلسه 11 قبلا آموزش دادم، عملکرد کبد و کیسه صفرا رو در بدن توضیح دادم. اگر یه نگاهی به این ویدیو بندازید در مورد کبد خیلی چیزای دیگه یاد میگیرید. خب
سوجوک فقط ارگان ها نیستش دوستان. ما کانال های انرژی در طب سوزنی بدن بزرگ، کانال های انرژی داریم که در بدن ما عبور میکنه. همینجور که 12 تا ارگان در بدنمون وجود داره، 12 تا هم کانال عبور مریدین ها یا کانال انرژی ها رو داریم که در یک طرف بدن و در طرف دیگه هم 12 تا کانال وجود داره. ولی چون در طب سوزنی بدن بزرگ روی بدن بزرگ نقاطی هست که سوزن میزنن، ولی در علم سوجوک این نقاط اومده روی انگشتامون قرار گرفته، یعنی مریدین ها کوچیک شدن. به خاطر هم یک کوچیک شدن، ما اگر بخوایم همینجور که توضیح دادم، وقتی ما میگیم کبد رنگش سبزه، کانال انرژی کبد هم ببینید اینجا سبز رنگه. این کانال انرژیشه که از پا شروع شده ولی روی این انگشت اینجا داده شده به نام ال. پس اگر ما احیانا بخوایم که کبد رو تقویت بکنیم، غیر از اون سیستمایی که گفتم، سیستم قبلی استاندارد و حشرات، میام روی مریدیانش هم رنگ سبز میزنیم. من روی مریدیان کبد و کیسه صفرا برای شما رنگ زدم که بدونید جایگاه مریدیان کیسه صفرا یا کانال انرژی کیسه صفرا پشت دست قرار گرفته روی این دوتا انگشت وسطی، ولی خود کبد روی این دوتا انگشت وسطی در داخل کف دست قرار گرفته. اینجا هم که جایگاه خود کبد بود و اینم قده کبد، قده‌ای که مربوط به کبد هستش قده تیموسه، چه در سطح کف دست که میگن سطح یین و چه در سطح یانگ دست. پس برای درمان ها اگر ما بخوایم یه ارگانی رو درمان بکنیم، باید حتما انطباقش رو در دو حالت، انطباق کف دست، انطباق انگشتان و مریدین ها و قده مربوط به اون ارگان رو بریم رنگ بزنیم برای تقویت. خب حالا این تقویته. و در مورد درمان کبد و کیسه صفرا باز در جلسه 12 که قبلا آموزش دادم همه اینا رو براتون باز توضیح دادم. اگر مروری بکنید بیشتر آگاه میشید برای درمان هامون. خب حالا ما در مورد رنگ ها صحبت کردیم، چون میخوایم ببینیم اصلا رنگ ها چی هستن. تا الان یاد گرفتیم، خب حالا میخوایم یه ارگانی رو درمان کنیم. این ارگان رنگش چیه، قدرش چه رنگیه، کجا قرار گرفته، کانال انرژیش کجاست، همه اینا رو دونه دونه من توی ویدیو همه رو توضیح دادم. اینا همه یادآوری بود برای شما دوستان عزیز. حالا میخوام بگم که اصلا رنگ ها چی هستن. ببینید ما میگیم که رنگ ها نمایانگر انرژی ها هستن و تأثیر فوری بر همه ارگان ها دارن. اگر توجه کرده باشید، ما صبح تا شب خب غذا میخوریم، میوه میخوریم، سبزیجات میخوریم، همه چی میخوریم و تمام رنگ ها وارد بدن ما میشن. وقتی رنگ ها وارد بدن ما میشن، این غذاها تو بدن ما به صورت شیرابه در میاد و تبدیلات خودش رو انجام میده تو گوارش. ولی به نهایت که میرسه، اون غذاهایی که سبز رنگ بوده میره کبد، غذاهایی که قرمز رنگ بوده میره به قلب میرسه که میگن برای قلب رنگ مثلا قرمز بخور، انار بخور، گوجه فرنگی بخور. ببینید همه این رنگ ها مربوط به قلب هستش. خب حالا رنگ ها رو چجوری استفاده کنیم؟ رنگ هایی که استفاده میشه دوستان باید پر رنگ باشه. همینجوری که اینجا براتون گذاشتم، ما با خودکار، ماژیک، رنگ های طبیعی یا هر رنگی که به نظرتون میتونید رو دست بکشین و اگر لازم شد پاکش بکنید. رنگی نباشه که پاک نشه، چون ممکنه شما رنگ سبز بزنید و اشتباه باشه این رنگ سبز. شما باید برین رنگ رو بشورید، پاکش کنید. پس رنگ ها رو ما زمانی رو دست میزنیم که تشخیص داده باشیم که چه رنگی رو باید بزنیم. خب مدت زمان تاثیر رنگ گذاری رنگ ها دوستان تا 4 ساعته. یعنی شما ممکنه دستتون رو رنگ بزنید تا شب هم این رنگ تو دستتون بمونه، ولی خواص درمانش فقط 4 ساعته. اگر دوباره میخواید که تکرارش بکنید، مثلا بعد از 7-8 ساعت دیگه دوباره یه بار دیگه بزنید. شما 2 بار میتونید رنگ رو روی اون ارگانی که میخواید بزنید. میتونید از رنگ‌های طبیعی استفاده کنید یا تلقای رنگی. جلد کتاب‌ها هست میدید سیمی میکنن، یه تلقای رنگی داره. ما بعضی وقتا از اون تلقا کوچولو کوچولو قیچی میکنیم رو انطباق کبد، کلیه، هر جا بخوایم میذاریم، ولی رنگی باشه. مثلا رنگ سبز رو میذاریم. بعد وقتی نور خورشید توی روز دستمون باشه، نور خورشید به اون تلق میتابه، یعنی نور و رنگ سبز رو وارد اون ارگانی که ما میخوایم یا رنگ قرمز رو وارد میکنه. حتما روزی 1 بار یا 2 بار، یعنی روزانه 1 بار یا 2 بار، بیشتر از رنگ استفاده نکنید. گفته بودم 2 بار
بیشتر استفاده نکنید. از صبح تا شب هم خودکار دستون نباشه هی غلیظش کنید رنگ بزنید، چون به بدن فشار میاد. اگر بعد از رنگتون احساس بدی داشتید حتما برید پاکش کنید. پس خودکاری یا موادی رو به کار میبرید که بعد از اینکه خواسته باشید اون رنگ رو نخواهید، برین چیکار کنید؟ برین پاکش کنید. حالا خواص رنگ ها، رنگ نارنجی هم داریم. رنگ نارنجی رو در هر جایی از ارگان ما بزنیم حجم دهنده است، بزرگ میکنه. رنگ قرمز گرم و مرطوب کننده است. رنگ زرد گرم و مرطوب کننده است. رنگ زرد هم جزو رنگ‌های گرم هستش. رنگ سبز ضد التهاب، ضد عفونت، حرکت دهنده است، شفا دهنده است. پس میبینید چقدر رنگ سبز که اگر توجه کرده باشین توی بیمارستان ها، تو اتاق عمل هم همه رنگ سبز استفاده میکنن. چرا؟ چون شفا دهنده است. رنگ آبی و مشکی و قهوه‌ای هر ستاشون خنک کننده است، جمع کننده است، که برای افرادی که چاق هستن، مثلا برای کش درمانی میگیم کش آبی ببند، کش قهوه‌ای ببند، کش مشکی ببند، یا برای سردردها همینطور. خب در اینجا ما در این ویدیو آموزش اولمون این بود که یه مقدار با رنگ‌ها، قوانین رنگ‌ها آشنا بشیم و یه مروری بکنیم بر درس‌های گذشتمون. انشالله در ویدیوهای بعدی دوباره در مورد درمان رنگ‌ها، درمان با رنگ‌ها در سجوع بیشتر با هم صحبت می‌کنیم.